Hallo, hallo, hallo Leute. Lektion 8, Imperativ. Aufgabe 5a und 5b که جفتشون لولشون A2 هست. خب so kann man gut Wörter lernen. اینجوری میتونیم خوب واژه ها رو یاد بگیریم. Schreiben Sie Sätze im Imperativ. توی ایمپراتیو جملات رو بنویسید، یعنی به صورت امری یا دستوری. خب اینجوری میتونیم یه توصیه خوبی بکنیم. مثلا Karteikarten kaufen. Karteikarten این کارتای حالت اینجا به جعب لایتنر شهرت دارن. Karteikarten kaufen رو چجوری میگیم رسمی؟ Kaufen Sie Karteikarten. Karteikarten رو بخرید. توی تمرین 5 همینا رو گفته. Erklären Sie einem Freund برای دوستتون یا einer Freundin برای دوست دختر هرچی. Wie Sie gut Wörter lernen kann که چطور میتونه خوب یاد بگیره لغات رو. همین فعل امری که بالا بود رسمی بود رو صمیمی میگیم. برای یه نفر میگیم Kauf Kreditkarten. ببخشید Kauf Karteikarten. خب بعدی خب چی هست؟ توصیه دی neuen Wörter auf Karteikarten schreiben. حالا کارتن رو که قبلا خریدیم روش واژه‌های جدید رو مینویسیم. دی neuen Wörter کلمات جدید رو روی کارتایکارتن نوشتن. خب رسمیش میشه Schreiben Sie die neuen Wörter auf Karteikarten. روی کارتایکارتن کلمات جدید رو بنویسید. این رسمیش بود. به دوستتونم پایین توصیه کنیم میگیم Schreib die neuen Wörter auf Karteikarten. بنویس واژه‌های جدید رو روی کارتایکارتن. ادامهش میشه Auf die Rückseite einen Beispielsatz mit Lücke schreiben. روی صفحه پشتی یک جمله مثالی رو با جای خالی نوشتن. خب همینو میگم. فعل schreiben رو صرف میکنیم توی حالت ایمپراتیو. Schreiben Sie بنویسید auf die Rückseite روی صفحه پشتی einen Beispielsatz mit Lücke. برای دوستتونم بگید میگی schreib بنویس auf die Rückseite einen Beispielsatz mit Lücke. اوکی. بعدی die Karten mischen. کارتا رو ترکیب کردن یا به هم زدن، بر زدن. Mischen Sie die Karten. کارتا رو به هم بزنید یا حالا بر بزنید. یا به دوستت میگی misch die Karten. کارتا رو هم بزن. در ادامه میگیم einen Beispielsatz laut lesen. یک جمله مثالی رو با صدای بلند خوندن. خب اینو امری کنیم. lesen میشه lesen Sie einen Beispielsatz laut. و به دوستت هم میگی lies einen Beispielsatz auf der Rückseite laut. و در ادامه Das Wort für die Lücke ergänzen. لغتی رو که برای جای خالی هست تکمیل کردن. امریش میشه ergänzen Sie das Wort für die Lücke. یا اینکه صمیمی بگیم پایین ergänze das Wort für die Lücke. تکمیل کن لغت رو برای جای خالی. و توصیه بعدی این هست richtig درسته، یعنی اگه درسته dann die Karte in den Kasten 2 legen. اگه درسته کارت رو توی جعبه 2 گذاشتن. richtig امریش میشه درسته. اگه درست حد زدی منظورش اینه dann legen Sie پس بذارید die Karte in den Kasten 2 کارت رو توی جعبه 2. یا richtig صحیح dann leg die Karte in den Kasten 2 کارت رو بذار توی جعبه 2. و در نهایت falsch اگرم غلط بود dann die Karte wieder in Kasten 1 legen. اگه غلط بود که دوباره بذارش همون جعبه که دوباره بخونی بعدن. falsch dann legen Sie قرار بدید die Karte wieder in den Kasten 1. یا falsch غلطه dann leg قرار بده die Karte wieder in den Kasten 1. super. Danke, schön.
و حالا پشت سر هم که اینا رو بخونید متوجه میشید که روند کلا این جعبه لایتنره یا کاغتای کاغتن به چه صورت هست. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. خب سوالات تو کامنت بنویس، لایک و بزن حتما و برای دوستاتم بفرست.